من یه بیماری خاصی دارم، اونم این هستش که اگر تو اکسپلورم چیزی بیاد در حال پخش میبینمش. نمیدونم چرا، اما هر هفته منتظر بودیم تا یک قسمت از این سریال بیاد. بچه‌ها میخوام بهتون بگم که کلا من به مدیتیشن اعتقاد دارم توی سریالا و میشه گفت این دوتا زوج خیلی مدیتیشن انجام میدن. چند تا فیلم دیگه توی مایه ها میشناسم، ولی خب داریم راجع به تایلند صحبت میکنیم، برای همین امروز اومدم بعد از مدت ها بهتون 5 تا سریال مهیج و جذاب معرفی کنم که هر کسی جرأت معرفیش رو نداره. این 5 تا سریال حالا برای چه کسایی مناسبه؟ کسایی که به سریال های چینی، ژاپنی، کره‌ای علاقه‌مندن و حالا میخوان یه کشور دیگر رو تست کنن، مثل تایلند. سلام، من رعنا هستم و اینجا جیپسی ماجیک باکسه. اولین سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش ریست هست. میشه گفتش که خیلی وقته، شاید میتونم بهتون بگم از قبل از دانشگاهم، حتی 6-7 سال. چقدر زمان زود میگذره. سریال‌های تایلندی رو دنبال می‌کردم و تو زمان من سریال‌ها هنوز مثل الان قدرت نداشتن. انگار تازه در حال تست کردن بودن کارگردانا و نویسنده‌ها که چه چیزایی رو قرار بدن، چه چیزایی رو قرار ندن. قضیه سریال ریست از اونجا شروع میشه که شخصیت اصلی ما به اسم آرمین داره دوران اوج خودش رو می‌گذرونه. جایزه بهترین بازیگر سال رو گرفته. همه چی انگار بر وفق مرادشه. همه دارن تشویقش میکنن روی سن و وقتی از سن میاد پایین ما می‌بینیم که بقیه بازیگرا بهش حسادت میکنن. انگار هیچ کی چشم دیدنشو نداره، انگار همه ازش متنفرن. اما یهو یک هدیه‌ای از طرف یک هوادار مخفی براش میاد به اسم تیدی و مثل اینکه تو تمام سال‌های حرفه بازیگریش این طرفدار هواشو داشته، براش هدیه میفرستاده، اگه جایی دستش میومده هزینه میکرده که این بتونه پله‌های ترقی رو راحت‌تر طی کنه. تو روزی که به جایزه رو میخواسته تحویل بگیره، وقتی از پله میره بالا، پله‌های خونه‌شو یکی یکی طی میکنه میره بالا، صداهای عجیبی میاد و میبینه کسی که دوستش داره داشته بهش خیانت میکرده. عصبانی میشه، جواب میخواد بگیره، اما کسی که دوستش داشته همراه با کسی که داشته بهش خیانت میکرده یه درگیری پیدا میکنن و اینو از ارتفاع یعنی پله‌های دوم پرت میکنن پایین و اونجا میمیره، در حالی که همه اومده بودن افتر پارتی تو خونه این و انگار جلوی اون همه تو اوج درخشانی و زندگی فوق‌العاده‌اش میمیره. غمگینه. اما این پایان ماجرا نیست. زندگیش ریست میشه مثل اسم سریال و برمیگرده به جایی که تمام این اتفاقات در حال شروع شدن بود. اون برمیگرده به دوران کارآموزیش، جایی که اتفاقا میخواد تازه ماجراهای مربوط به کارش شروع بشه و اونجا کسی رو ملاقات میکنه که اسپویل یک کوچولو همون طرفدار مخفیش بوده. اما فکر نکنید حالا مثلا ماجراها فقط حول محور ماجراهای عاشقانه میچرخه. اینجا ما با یه توطئه سر کار داریم. وقتی تو یک از جشن‌ها شرکت میکنه یک حس و حال عجیبی بهش دست میده. این حس و حال خیلی به نظرش آشنا میاد. اون روزی که داشت پرت میشد اون حس و حالو داشت. حس و حال سردرگمی شدید، انگار مغزش تو هپروت بود، انگار حالش زیاد خوب نبود و به این نکته پی میبره. شاید اون اتفاق افتاد از ارتفاع باعث قتلش شده باشه، اما شاید کسی مسمومش کرده، اونم تو شب گرفتن جایزه و حالا برگشته به گذشته تا حقیقت قتلش رو پیدا کنه. و همینه که این سریال خیلی جذاب میکنه. من اینجوری بودم که تو با من چه کردی؟ تو با من چه کردی که با اینکه 12 قسمت بیشتر نیستی و من میتونستم صبر کنم. 8 قسمت رو در حال پخش دیدم. هفته یه قسمت دوستم کنده شد. تازه من الان قسمت 8م. هنوز مونده تا تموم بشه. هنوز دارم هر هفته زجر میکشم. من یه بیماری خاصی دارم، اونم این هستش که اگر تو اکسپلورم چیزی بیاد در حال پخش میبینمش. نمیدونم چرا. شما از این کارا نکنید، بذارید کامل بیاد بعدم ببینیدش. آره. حالا چرا این سریال برای من اینقدر جذاب اومد؟ چون من کلا به سریال هایی که میتونن برگردن به گذشته علاقه‌مندم. بعضی از سریال ها هستن مثل سریال کره‌ای با شوهرم ازدواج کن. طرف میمیره، برمیگرده به گذشته با همه دانشی که تو این سالها کسب کرده، با همه این خاطرات تا اشتباهش رو جبران کنه و دوباره اون اشتباهات همیشگیش رو انجام نده و فرصت دوباره‌ای داره که سالهایی که سوخته به خاطر آدم‌های اشتباه بهش برگردونده شده، حالا که از اون فرصت استفاده کنه و با آدم درست باشه، کار درست رو انجام بده، خودش رو بهتر از قبل بشناسه، خام و ناپخته نباشه که بخواد اینجوری از دست بره و مثل گل پرپر بشه. کلا من از فیلم‌ها و سریال‌هایی که بهت یه فرصت میدن برگردی به گذشته تا اشتباهاتو جبران کنی لذت میبرم و جز اولین ویدیوهای معرفی کتابم هم کتاب بیفور آی فال بود که دختر توی لفت گیر میکنه تا بالاخره میفهمه کجا رو داشته اشتباه میرفته و جبرانش میکنه. چند تا فیلم دیگه توی مایه ها میشناسم، ولی خب داریم راجع به تایلند صحبت میکنیم، برای همین دومین سریالی که میخوام
بهتون معرفی کنم اسمش هست جک و جوکر. راجع به دو پسر با دو تا زندگی کاملا متفاوتن. جوکر پسری هستش که خانواده‌اش رو فریب میده، نمره‌های خوبی کسب نمی‌کنه و همیشه خانواده‌اش ازش انتظار داشتن که تو باید پرفکت باشی، تو باید مثل ما پزشکی بخونی. خانواده‌های ایرانی تا حدی، نه مثل همه البته، جسارت نباشه. تو باید باعث سربلندی خانواده ما بشی. اما جوکر برنامه‌های دیگه‌ای داشت. جوکر یک پسر دو شخصیتی، دو چهره است که یک چهرهش مثل رابین هود مدرن عمل میکنه، از ثروتمندا میدزده و به فقرا میده، اما همیشه اخلاقی عمل نمیکنه، چون بعضی اوقات اینقدر به اون کاری که انجام میده پایبنده و در رابطه باهاش مطمئنه که اخلاقو زیر پا میذاره تا اون کار رو به بهترین شکل ممکن انجام بده. حس میکنم زیادی راجع به جوکر گفتم. وقتش بریم سر وقت جک. جک یک پسر اگه اشتباه نکنم 18 ساله رزمیکاره، با وجود این که قدرت فیزیکی فوق‌العاده‌ای داره، اما میشه گفت به این معتقده که نباید از این قدرت جز برای ضعفا استفاده کنه. بر همین تا حد امکان صلح طلبه، با اینکه یک جنگجوه میتونه خیلی اوقات خیلی چیزا رو هندل بکنه، اما ترجیحش این هستش که تا حد امکان از زور و بازو استفاده نکنه. اگر فکر میکنید سرنوشت اجازه میده هر کدوم از این دو تا پسر راه خودشونو برن، سخت در اشتباهی. توی یک اتفاقی جوکر و جک با همدیگه روبرو میشن، در حالی که جوکر داشته یک برنامه خرابکاری و عملی میکرده، با جک برخورد میکنه و باعث میشه جک سر یک موضوعی میشه رفع جورایی به اون چیزی که میخواد نرسه و به خاطر همین قضیه عذاب وجدان میگیره و به خاطر جرمی که انجام داده میره زندان. جوکر وقتی که میره زندان به 100 تا راه فکر میکنه تا جک ببخشتش، چون واقعا براش این قضیه مهم بوده. بچه من که دارم اسپویل میکنم، اما فقط برای اینکه شما بتونم بیشتر جذب کنم. وقتی از زندان میاد بیرون میره دنبال جک و میبینه جک با اون همه راستگویی و صداقتش به ارذل اوباش و مافیا پیوسته به خاطر بدیهی هایی که داشته. و حالا جالبیش اینجاست، من با وجود اینکه این سریال میشه گفت جدیداً دیدم، اما اینقدر ازش تعریف شنیده بودم که میشه گفت بیشتر به خاطر تعریفاش جذبش شدم و فکر نمی‌کردم واقعا سریال خوبی باشه. اما وقتی شروع کردم به دیدن این سریال به خودم گفتم واقعا حق تمام اون جایزه‌هایی که گرفته رو داشته، حق داشته که بتونه اینقدر بدرخشه. یه فصل کاملش دیدم، رفتم قسمت اسپشیال حالا اپیزودش هم دیدم، الانم وحشتناک منتظر فصل بعدیشم. از اون مدل سریالاست که به فصل بعدیش وصل میشه و من الان ناراحتم. من الان بدون فصل بعدیش چیکار کنم؟ چطوری به زندگی ادامه بدم؟ کامیساما. بچه‌ها شخصیت‌ها، بازیگرا و همه عواملش کار جدی گرفتن و با وجود اینکه داستان قوی داره، بازیگرای کارکشته‌ای داره، میشه گفت با وجود همه اینا رد سنی هم داره. برای همین مراقب باشید که مثلا با خانواده نگاه نکنید. در کل این چیزا که من تو این ویدیو دارم معرفی میکنم، حالا به خاطر خشونت شدید و غیره مناسب دیدن دست جمعی نیستن. یک سری سکانسایی داشت که واقعا به عنوان یک دختر من هنوزم تروماتایز شدم. گفتم اینا با ارازل اوباش درگیری داشتن، برای همین بعد خودتون آماده هر چیزی بکنید. بخش عاشقانه داره، بخش شورش کردن داره و فقط هم یک سریال معمولی تایلندی نیست، سریالی هستش که خیلی چیزا رو به چالش میکشه، از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی رو. به ما پولدارا رو نشون میده چطوری دارن از قدرتشون استفاده میکنن، چطوری دارن خودشون رو سرگرم میکنن. حتی یه جاهایش قشنگ میتونم بهتون بگم مثل اسکوید گیم میمونه. سومین سریالی که میخوام بهتون تو این ویدیو معرفی کنم یک سریال خوشتراش، جذاب، اجتماعی سیاسی. میتونم بهتون بگم اگر این سریال توی تایلند ساخته نمیشد خیلی پتانسیلای بالایی داشتش که در سطح جهانی معروف بشه. و این سریالی نیست جز ناتمی در رابطه با دو تا برادر دوقلوئه به اسم حالا بلک و وایت بعد از اینکه پدر مادرش از هم طلاق میگیرن همراه پدرش به خارج از کشور میره و اونجا حالا تحصیل میکنه، زندگیشو از سر میگیره و اینا. به خاطر قضیه کاری با پدرش برمیگرده به تایلند. یهویی توی جلسه کاری حالش بد میشه، این باعث میشه پزشکا شک کنن که تو چرا حالت بد شده. اما همونجور که اشاره کردم این یه برادر دوقلو داشت. میره سراغ برادر دوقلوش و میفهمه برادر دوقلوش مورد اصابت و کتک خوردن قرار گرفته و الان توی بیمارستانه و برای اینکه بتونه حقیقت رو در رابطه با برادرش کشف کنه که چه کسی این بلا رو سر برادرش آورده، چه کسی جرئت کرده برادرش رو بزنه، خودش رو جای برادرش جا میزنه و تازه این فهمه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بوده، برادرش با کیا میگشته، عضو چه فرقه هایی شده بوده و میبینه که مثلا که برادرش عضو یه فرقه شورشی شده بوده که میخوان بر علیه سیستم یه حرکتایی بزنن. اولش فقط میشه گفت به نیت پیدا کردن حقیقت وارد اون گروه میشه، اما کم کم از عضو اون گروه خوشش میاد. اگر میشه گفت جوان هستید و تا حدی دوست دارید در رابطه با دیدگاه‌های سیاسی کشور تایلند بدونید، این سریال مناسب شماست. علاوه بر این ماجراها توی گروه با افراد مختلفی آشنا میشه و یک ماجرای رمانس
هم با یکی از افراد این گروه پیدا میکنه و من عاشق پیشرفت شخصیتی توی این ماجرا هستم. هر دو برادر پیشرفت شخصیتی دارن، کل جامعه حتی میتونیم بریم توی این سریال پیشرفت شخصیتی داره و از اون دسته از سریالایی هستش که تو نمیتونی بگی فلانی خوبه فلانی بده، فلانی میخواد همیشه نابود کنه. تو به هر دو من شخصیت‌ها به خاطر کاری که دارن انجام میدن حق میدی. با خودت میگی اوکی اگر فلانی داره این کارو انجام میده حق داره، اگر اون این کارو انجام نمیده حق داره، اگر این میخواد فلان کارو کنه حق داره. و برای همین به عنوان یک مخاطب اینکه بتونی طرفدار فقط یک فرقه باشی کار خیلی سختیه. منظورم فرقه اینجا گروهه، ولی اینقدر ماجراها و اتفاقات این سریال جذابه که تو تا آخرش بدونی که فکر کنی پیش میری. در واقع شروع تجربه شخصیم در هنگام دیدن این سریال این بود که واقعا من وقتی سریال تایلندی رو نگاه میکنم دنبال چیز خاصی نیستم. بیشتر برای من حکم تخلیه استرس رو داره. نگاهشون میکنم چون بهم خوش میگذره، دوست دارم استرسم تخلیه بشه به خاطر صحنه های کمدی، رمانتیک و غیره. البته سریال نمیشه صد کمدیش حساب کرد، اصلا کمدی نداره به اون صورت، ولی سریال تایلندی کلا سریالای سبکی هستن. این سریال وقتی دیدم به شدت سورپرایز شدم به خاطر تمام اون ماجراها و اتفاقاتی که این جوونا رقم میزدن، این گروه رقم میزدن. با خودم فکر میکردم که او مای گاد باتیستاد برو باتیستاد. و چیزی که در رابطه با وایت دوست داشتم با اینکه پسری بود که اصلا نمیتونست خودش رو با این گنگ همراه بکنه، داشت سعیشو میکرد. بچه‌ها این یه سری رفتارهای مشکوک از خودش نشون میده، چون به هر حال برادر دوقلوش عضو این گروه بوده نه خودش، و این رفتارا باعث میشه که ما همش اینجوری باشیم که الان بقیه میفهمن و همش تو یک هیجانی باشیم به عنوان مخاطب که مثلا امیدواریم باشیم بقیه نفهمن، امیدوار باشیم مثلا همه ماجرا بدون مشکل جلو بره. بعد این سری کارا نمیتونه بکنه، این نمیتونه بجنگه، این نمیتونه دعوا کنه، یه سری برنامه‌ریزی که برادرش میتونه انجام بدن رو انجام نمیده. و این که حالا خودش صدام ببینه یه بخش قضیه است، این که شما طرفدار اون گروه میشید و میبینید که ممکنه اون گروه به خاطر این شکست بخوره، یه بخش دیگه قضیه است که واقعا مهیج میکنه. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید و اگر هم دیدینش از قبل برام کامنت کنید. چهارمین سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم یک سریال خیلی کیوت و بانمکه، سریالی که خیلی اوقات باعث خنده من شد و حتی میتونم بهتون بگم بعضی از صحنه‌هاشو بیشتر از 5-6 بار نگاه کردم، چون هر بار که نگاه می‌کردم اینجوری بودم چطوری به ذهن نویسنده رسید. این سریال اسمش هست هارت کیلر. حالا ماجراش از چه قراره؟ اسمای تایلندی یه کمی عجیب و غریبن. فکرشو بکنید مثلا تو اولین سریال که معرفی کردم ریست، اسم یکی از پسرا خونتادا، خب و تادا صداش میکنه مثلا به این صورت بچه به دنیا اومد تادا، اسمشو بذاریم تادا. نزدیک کریسمسه، اسم بچه رو بذاریم سانتا. این بچه اولمونه، اسمشو بذاریم فرست. این بچه به نظر باهوش میاد، اسمشو میذاریم اسمارت. امروز هوا خنکه، یخ لازمیم، اسم این بچه شد آیس. چهارمین سریالی که میخواستم بهتون معرفی کنم و این همه حواشی براش وجود اومد سریال The Heart Killers بود. The Heart Killers اسم جالبی داره، کشنده های قلب. لیست توی مایه ها برام عجیبه. احساس میکنم اگر اسمشو کراش ها میذاشتن جذاب‌تر بود به خاطر بازیگراش. من اسم شخصیت اصلی رو میگم و خودم رو راحت میکنم تو دنیای واقعی. انگار مثلا برگردیم جوموند رو بریم سوند ایلگوک چون راحت تره. سریال در رابطه با پسری به اسم فرسته که یک تتو آرتیست خیلی خوبه، زندگیشو داره میچرخونه و هر جوری هست صبح و شب میکنه و نونشو به دست میاره. ماجرا از این قراره که یک روز پلیس برمیگرده بهش میگه 2 نفر تازه وارد کوچه‌تون شدن، شما باید تتوشون رو در بیارید. حالا چرا این تتو آرتیست مجبور قبول بکنه؟ چون قبلا به پلیس قول داده در ازای آزادیش اگر جای نیاز بود باهاشون همکاری کنه و از اونجایی که اینو به یک جاسوس نیاز داشتن که خیلی تابلو نباشه گفتن تو بهترین گزینه برای مایی و اینا میفرستن که اطلاعات یک پسر رو در بیاره. اون 2 نفر که تازه وارد میتونیم بگیم مثلا ای و بی که تازه وارد شده بودن، فرست میخواسته بره سر وقت A، اما A یه برادر داشته به اسم B که اسمش فاضله. در واقع این برادره نمیذاره هیچکی نزدیک برادر کوچیک‌ترش بشه و فرست برای اینکه بتونه اطلاعات برادر کوچیک‌تر رو بگیره باید فاضل رو کنار بزنه به عنوان برادر بزرگتر. میره چیکار میکنه؟ میره دوستش رو که از همه چیز بی‌خبره رو وارد ماجرا میکنه. دوستش میگه اوکی من میام کمک تو فرست جان که بتونی با قولی که به پلیس دادی عمل کنی و بری اطلاعات اینا رو بگیری. چی به من میرسه؟ فرست هم میگه این ماشین رو میبینی ببر خودت. دوستش هم میگه ماشین چرا که نه، با این وضعیت اقتصادی که میشه به راحتی ماشین خرید حتما. و این 2 نفر حالا میخوام اطلاعات اون 2 نفر رو به دست بیارن. اینجا کلی اتفاقات میفته، کلی صحنه‌های هیجان انگیز داریم، کلی جاسوس بازی‌های میشه گفتش خنده‌دار داریم و حتی بعضی جاها فرست اینجوریه که خداوندگار من چه گناهی کردم که با پلیس تایلند درافتادم. اگر این ور برم پلیس تایلنده و اگر این ور برم 2 تا آدمکش حرفه‌ای هستن که وارد منطقه من شدن و اگه با این 2 نفر در بیافتم و حقیقت بهشون بگم منو میفروشن.
میشن. اگه به اون برم حقیقتو بگم، پلیس تایلند منو زندانی میکنه. این بازی دو سر باخت باعث شدش که ماجراها پیش بره و ما بفهمیم چه اتفاقاتی قراره بیفته و کلی صحنه‌های خنده‌دار، اکشن، هیجان انگیز، آدرنالین بالا، همه اینا این سریال خیلی خاص کرده و خط داستانیش من نمیتونم زیاد راجع بهش صحبت کنم چون هر چی بگم اسپویلر، اما میتونم در این حد بهتون بگم که از اون مدل داستانایی هستش که هر چی جلوتر میره استرس ما به عنوان مخاطب شدیدتر میشه. چرا؟ چون این کانکشن ها به قدری قوی میشه، این دوستی ها به قدری قوی میشه، مدیتیشن ها به قدری قوی میشه. بچه‌ها میخوام بهتون بگم که کلا من به مدیتیشن اعتقاد دارم توی سریالا و میشه گفت این دو تا زوج خیلی مدیتیشن انجام میدن و میشه گفت به جایی از رابطه میرسن و دوستی و رفاقت که زمانی که اون دو نفر، دو تا آدم کش میفهمن که این دو نفر بهشون خیانت کردن، قلبشون میشکنه. ما اونجا اینجوری هستیم، نه تو رو خدا نه. این سریال ما در لحظاتی قرار میده که به عنوان مخاطب میگیم آیا من بودم میبخشیدم، آیا من بودم گذشت میکردم. کلا این سریال خیلی خاصه، سخته بخوام بیشتر از این راجبش توضیح بدم، ولی میتونید بچه‌ها یه تست کنید دیگه. یه قسمت ببینید خوشتون اومد ادامه بدید، خوشتون نیومد بذاریدش کنار، بقیه این لیستو ببینید. دشواری نداریم، همیشه چیزای خوبو میذارن آخر، درسته؟ منم یکی از قوی ترین سریالایی که میخواستم تو این ویدیو رو معرفی کنم گذاشتم آخر و اون سریالی نیست جز کین پورش. اگر میخوای سریالای تایلندی رو شروع کنی بهترین انتخاب کین پورشه. حالا ماجرای کین پورش چیه؟ من هیجان دارم که تعریفش کنم. ماجرای کین پورش راجع به دو تا پسر به اسم کین و پورش. کین پسر رئیس مافیاست، پسر ارشد رئیس مافیا، و پورش یک آدم معمولی، بی پول، بدبخت، خدازده است که صبح تا شب مجبور کار کنه. یه روز کین جای باباش میره یه جلسه‌ای، توی اون جلسه میخوان از کین زهر چشم بگیرن، میافتن دنبالش که مثلا یه دهنی ازش سرویس کنن. همون لحظه پورش اینجوریه، کین میخواد ازت دفاع کنم، کینم میگه بله پورش جان بیا ازم دفاع کن. پورشم برمیگرده میگه هزینه داره. کینم ساعتشو در میاره میده و میگه خب الان این کفایت میکنه. پورشم میگه برو پشتم ازت دفاع کنم. و چون پورش یک آدمی بوده که لحاظ بدنی خیلی قوی بوده، کین تو اول ماجرا دفاع میکنه. کینم اینجوریه که نه بابا خوشم اومد و اینا، دنبال این میگرده که پورش رو به عنوان بادیگارد استخدام کنه. پورشم اینجوریه که تو فکر کردی به عنوان یه اگر بهم یه استخون بدی رام میشم؟ تو همچین فکری رو جای من کردی؟ کینم چه حقوقی در میاره تقدیم پورش میکنه. پورشم چک رو میگیره اینجوریه معلومه که میشه معلومه که این حقوق رو قبول میکنم. بعدش وارد مقر چین میشه. بچه‌ها وقتی راجع به چین صحبت میکنیم راجع به یک ابرقدرت داریم صحبت میکنیم. رئیس مافیاهای تایلند همچین کم کسی نیستش که برگردیم بگیم توی زیرزمین داره نگاه میکنه، نه توی برج داره زندگی میکنه و کلی خدمه و بادیگارد و همه اینا رو داره. چون صرفا از این خوشش اومده اینو برداشت آوردش پیش خودش. کلا بچه‌ها مافیا بازیه دیگه، ماجراهای مافیایی داریم، ماجراهای خشونت، خیانت، رازهای پنهان داریم و ارتباط بین این دو نفر چطوری شکل میگیره، چطوری مثلا دو تا دوست میشن، چطوری مثلا احساسات نسبت به هم پیدا میکنن که از نفرت قوی تره، ماجراها رو پیش میبره. و میشه گفتش که وقتی من این سریال رو شروع کردم به صورت هفتگی بود و من با دختر داییم سریال نگاه میکردم و ما هر هفته منتظر بودیم تا یک قسمت از این سریال بیاد و من خیلی به شما حسودی میشه اینکه همه این سریال الان کامل دارید و فقط کافیه همه رو دانلود کنید و ببینید. شما جزو بندگان برگزیده خدا هستید، قدر این نعمت رو بدونید. سریال کین پورش برای کسایی توصیه میشه، برای کسایی که عاشق خشونت، صحنه‌های اکشن، زد و خورد و زوجهای جذابن. این سریال زوجهای زیادی داره که باعث میشه چشاتون جلا پیدا کنه و به عشق واقعی ایمان بیارید. و به کسایی توصیه نمیشه، کسایی که نمیتونن خطای داستانی که عوض میشه رو تحمل کنن، چون این بخشی از این سریال با یک زوج میچرخه و بخش دیگه سریال با یک زوج دیگه. به شخص زوج دوم واقعا به نظر من بهتر از زوج اول بودن و من به راسپیت خیلی خوشم اومده بود به عنوان زوج بازیگرا. خیلی ناراحتم که این سریال فصل دوم نداره چون واقعا که از پرپتانسیل ترین سریالایی بود که تو زندگیم دیدم. باشه این نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم، یه بازیگری وجود داره تو این سریال به اسم جف که خواننده هم هستش تو دنیای واقعی و اینقدر صدای این پسر خوبه که من بعد از سریال رفتم مثلا یوتیوبش رو پیدا کردم و آهنگاشو گوش دادم. به نظرم خیلی جذاب اومد. اگر شما هم مثل من خوشتون اومد از این بازیگر، همچین حرکتی رو میتونید بزنید. یکی دیگه از چیزایی که باعث شد بخوام سریال کین پورش رو ببینم تعریف فندوم راجع به کاراکترهای این سریال بود. میگفتن کین یه شخصیت خیلی خشنه، خیلی سرده، به هر کسی رو نمیده، اما در مقابل پورش وایب احساساتی داره و میخواد به پورش اعتماد کنه. اما اتفاقات
اتفاقاتی که تو گذشته افتاده و اون تروماهایی که با خودش هم کرده مانع از این میشه. پورش شخصیت به شدت لجبازه، خود خودش رو قوی نشون بده و همه این حرفا، اما به شدت هم وفاداره و این دو نفر واقعا اول سریال میشه گفت میشه میستری بهشون حس میکنیم و دوست داریم که با هم دیگه همراه بشن تا بتونن مثلا مسیرها رو طی کنن. وقتی من مجبورم خیلی بدون جزئیات خاص چیزی رو معرفی کنم کمی ناراحت میشم، چون اینجوری هم واقعا دوست دارم خیلی چیزا رو اسپویل کنم براتون. الان که اینجا هستم و وایسادم دوست دارم برگردم راجع به قسمت آخر اون سریال صحبت کنم، اما دستم بسته شده. برای همین یک وارنینگ میذارم و میگم اسپویل. 5 ثانیه میخوام اسپویل کنم. قسمت آخر این سریال زمانی که پورش میفهمه مادرش به مافیاها ربط داشتن و تمام این مدت یه سری اتفاقات پشت پرده بوده، برای من خیلی اون سکانس هیجان انگیزه و اما بهش پرداخته نشده، چون گذاشتن برای فصل دومی که هرگز ساخته نمیشه. چرا فصل دوم هرگز ساخته نمیشه؟ چون یکی از بازیگرا دچار یک سری دراما شده و گویا بخاطر این قضیه دیگه نمیصرفه به مثلا فصل دومش. یکی از بازیگرای اصلی رو هم دست دادم و من اینجوری هم که خدا تا چه که میدونم رمان داره، من رمانشو نخوندم. اگر خوندید رمانشو به منم بگید خوب بوده یا نه تا برام بشینم بخونم. سریالش در حدی خوب هستش که من همچنان بخوام معرفی کنم، همچنان بخوام راجعش صحبت کنم و همچنان بگم تموم شده اسپویل. اگر میخواید سریال های تایلندی رو ببینید، کیم پورش برای شروع انتخاب مناسبیه. امیدوارم از معرفی این 5 تا سریال مهیج و جذاب لذت برده باشید و ببینید و برام کامنت بذارید. اگر جای سریال تایلندی خاصی بود که توی این 5 تا خالی بود، کامنت کنید. 5 تای برتر من این سریالا بودن. دوست دارم 5 تای برتر شما رو بدونم، یا حداقل اون سریالی که توجهتون رو جلب کرده از کشور تایلند دیدین و به نظرتون خیلی جذاب بوده. من یک لیست کامل از سریالای تایلندی دارم که امیدوارم فرصت با هم یار باشه و بتونم توی قسمت‌های بعدی براتون تعریف کنم. اما قبل از اون بهم بگید این ویدیو رو دوست داشتید، دوست نداشتید، دوست دارید چیزی تغییر کنه، دوست دارید از یه سری بخشا بیشتر بگم یا بیشتر نگم. در کل حستون رو بگید. کلا کامنت‌ها رو خالی نذارید. اصلا من میام کامنت‌ها رو میبینم عشق میکنم، چون اینجوری هم که او مای گاد نگاه کردن و کامنت گذاشته. البته من بهتون نمیگم چیکار کنید، تاش خودتون هر کاری دوست دارید انجام بدید. مثل تا آخر نگاه کردید. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. شب خوبی داشته باشید. حالا ممکنه روز بوده باشه. شب و روز خوبی داشته باشید. خدافظ. هر فاصله‌ای که میفته من صورت کامل یادم میره شرایط فیلم ضبط کردن و همه اینا چطوری بود. بعد چک لیست رو نگاه میکنم و میفهمم که اون چک لیست بر اساس تجربه نوشته شده و الان من تجربه‌ام صفر شده و من برای فیلم برداری باید این کولر رو خاموش کنم. اینجا 40 درجه است، اینجا بندره. اگه من این کولر رو خاموش کنم میمیرم.